خداوند گفته از تو حرکت، از من برکت حقیقت دارد. بله حقیقت دارد. این معنای سخن فقط تشویق کردن ما برای کار کردن است. مقصد ما باید در جای از جایها باید مشغول کار باشیم. باید از یگان جای یگان مبلغ برای گذرانیدن حیات خود، برای تأمینات اولاد خود باید داشته باشیم. حتی خدا رحمت کند، حضرت سعدی میگوید ریزق اگرچه بیگمان برسد شرط عقل است جستن از درها. ببینید ریزق بیگمان میرسد. ما در آمدن ریزق بیگمان یگان شبهه نداریم و ما الله را برای خود رازق اعلان کردگیم، زیرا الله خودش اعلان دارد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. من هستم آن پروردگار بزرگ که هیچ قوه به من برابر نمی شود و من اگر شما صف شما در روی دنیا 6 میلیارد اگر 100 میلیارد که شوین من رزق همه شما را میرسانم. الله اعلان دارد که من هستم رازق شما. مقصد شما رزق یگانه از من ببینید، از دیگر جا شما هیچ وقت تکیه بر هیچ شخص هم نکنید که مثال فلانی نباشد ما هلاک میشویم یا فلانی نباشد ما چیکار میکنیم. برای همین یگانه رازق شما الله هست. فقط تکیه به سوی پروردگارتان کنید. لیکن کار این چی هست؟ کار هم ضرور است. در کار کردن اینقدر برکات است که اگر ما در یک ماه 100 سامان که کار کنیم الله قادر است که برای ما 200 سامان به خاطر که ما حرکت میکنیم، تنبلی نمیکنیم، خواب نمیکنیم، کار برای خود انتخاب نمیکنیم، به این خاطر خدا برای ما 200 سامان و 200 دلار هم در عوض مهنت من انشاءالله پروردگار پیدا میکنه. همین حضرت میگه که رزق اگرچه بیگمان برسد شرط عقل است جستن از درها. کس به اجل نخواهد مرد تو مرا بر دهان اژدها. هیچ وقت انسان به اجل نمیمرد، لیکن دیده و دانسته خود برده در دهان اژدها جای نکو. یعنی تو اگر کارم نکنی الله برای تو رزق میرساند، لیکن به هر حالم برای رزق فراوان شدن با برکات شدن کار تو ضرور است. حتمی کار کن دادر عزیز. انشاءالله این شعار بسیار شعار درست است، از تو حرکت و از ما برکت. خدا خیرت دهد. بسیار سوالی خوب است. در قبضه سعی هست کلید در روزی. حضرت سعدی میگوید کلید در رزق روزی در حرکت است. در قبضه سعی هست کلید در روزی. شیر از کشیش طفل به پیستان به در آید. حتی همون ببینید طفل ها تا اگر دم نکشن از همون پیستان مادر هم شیر نمی آید. همونا هم همونجا می جنبند، همونجا حرکت میکنن، همونجا برای خود رزق پیدا میکنن.